برای دخترها یک خبر ناخوش دارم. خبری که از شنیدنش ناراحت و غمگین می شوند. خبری رد نشونده است که کسی آن را دروغ شمرده نمی تواند. این خبری ناخوش برای آن دخترهایی است که در پوبلیک هستند و مردم آنها را با همان صوت و سرودخوانی هایشان، با پرنک و پریکال ها و با همان رقص های شهوت انگیزشان می شناسند. شبکه های اجتماعی پر از رسم و نوارهای آنهاست. خبری ناخوش این است که بعد از مردن هم نامه اعمال آنها بسته نمی شود و در آن گناه ثبت می شود. پناه به خداوند، این خیلی خطرناک است. این خبر را راستگوترین مردم از پروردگار عالمیان آورده است. الله ذوالجلال می فرماید انا نحن نحیی الموتى و نکتب ما قدموا و آثارهم، یعنی این ماییم که مردگان را زنده می کنیم و می نویسیم آنچه را در دنیا از عملهای نیک و بد انجام داده اند و آثار آن را. صدق الله العظیم. یعنی آثار عملهای نیک و بد آنها را می نویسیم و جزا و پاداش آن را می دهیم. آثار عملی است که انسان بعد از مرگ بجا می گذارد، خواه نیک باشد یا بد. پس این را بدانید که رسم و نوارهای شما بعد از مرگ هم باقی می ماند و همچون آثاری بد در نامه اعمالتان گناه ثبت می شود. از همه بدترش آن که گناه دیگران را هم بدوش می گیرید، یعنی گناه آن نفرانی را که رسم و نوارهای شما را تماشا می کنند و به دیگران پهن می کنند، حتی بعد از مرگ هم باشد. تا زمانی که این همه رسم و نوارهای شما هست و مردم تماشا می کنند، در نامه اعمال شما گناه ثبت می شود. پس آیا شما همین را می خواهید؟